در بندر اسلام قلعه ولایت هرات پناهجویانی که از ایران برگشتند از کمبود امکانات در این کمپ اظهار نگرانی میکنند. آنان میگویند با افزایش شمار مهاجران این کمپ با کمبود سرپناه و سایر امکانات مواجه است و خواهان افزایش تسهیلات میباشند. از سوی دیگر مسئولان اطمینان میدهند که با تمام توان برای ارائه خدمات به برگشت کنندگان از ایران متحد هستند و از مردم و سکتور خصوصی نیز می‌خواهند تا در این زمینه در کنار حکومت بایستند. از همه تاجرای ملی خود هم خواهش ما هر کسی که توان همکاری را داشته باشد خواهش ما از اونایی است که در این راستا ما باید همکار شویم. از کشورهای اسلامی هم اگر در این راستا همکاری کرده بتوانند خانهشان آباد. بعض مؤسسات هم واقعا در این شرایط اونجا خدمات خوب و ارزنده را ارائه میکنند و از اونها هم تشکر میکنیم. اما یک واجبه اسلامی و ملی خودمان است. اگر خود ما و شما هر کس یک ملت بزرگ هستیم، هر کس به اندازه توان خود یک اندازه همکاری بکند، امروز از اونها بسیار چیز میشود. پناهجویانی که از ایران برگشته‌اند در بندر اسلام قلعه با کمبود امکانات روبروند. آنان میگویند که با اخراج اجباری مهاجران افغان از سوی ایران شمار پناهجویان در این کمپ افزایش یافته، اما به دلیل کمبود سرپناه و امکانات دیگر زنان و کودکان در هوای گرم زیر آسمان باز نشسته‌اند. این سرپناه نیست، آب نیست، خدمات زیاد باشه. از امارت اسلامی افغانستان می‌خوایم ما این چیزا. باید خدمات، آب، همه چیز باشه در اینجا آب گرمه، یک جای سایه نیه که ما اینجا بشینیم. خدا نه یخچال نه چیزی دیر اینجا کارمند نشونه میکنه. اصلا وضعیت خرابه. ملت خیلی اذیت اینجا. 5-6 هزار نیرو اومده اینجا، نی دستشویی داره، نی سرپناه داره، نی خیمه داره، هیچی برادر نداره. ما 2 شب 3 شب بردگاه بودیم. از این امارت اسلامی خیلی تقاضا داریم که به ملت خود خیلی برسه. این در حالی است که با گزارش سازمان بین المللی مهاجرت سازمان ملل تنها در ماه جون گذشته 256,000 مهاجر افغان از ایران به کشور بازگشته اند.